هست که رأس همه قرار میگه اون 20 نفری که اخراج شدن برگردن سر کار و با کارشون مشغول بشه که دیگه تشنج بدتر از این نشه. اگر این کار انجام نشه مطمئناً کارگران بی تفاوت نمی نشینن روی این قضیه. ما آقایون هزینه خیلی دادیم ولی هیچ کدوم از مطالباتمون رو به دست نیاوردیم. هزینه های ما همون 20 نفر هستن، آقای اسماعیل بخشی هست، آقای خنیفر هست و بقیه دوستان. هزینه بیشتر ندیم، نمیارزه. اگه بخواین هزینه بیشتر ندیم اتحاد داشته باشید، همدل باشید، راهی که رفتی ادامه بده تا نتیجه بگیری. از تلاش خودت دست بر ندار.